سلام بچه، چطورین آقا؟ خیلی خیلی خوش اومدین بچه به یه ویدیو دیگه بچه از با یه موضوع کاملا متفاوت که اینو میذاریم داخل دسته بندی آزمایشگاه GEKG مون. بچه امروز احتمالا آخرین ویدیو سال 1403 مون باشه. یه حرفه بخوام بزنم، دمتون گرم بچه. تا سال 1403 با ما بودین. ما داخل 1403 خیلی به خانواده‌مون رونق دادیم و همینجوری بزرگتر شدیم. اول از همه به 200 تا رسیدیم، بچه 250 تا، حالا هم به 263 و 64 فکر کنم رسیدیم. و داخل این سال کانال روبیکامون رونق گرفتش. از چه نفر یه خانواده 200 تایی ساختیم که بیشترشون فعال هستن، دقیقا فکر کنم بالای 80-90 نفرشون فعالن و بالاخره تونستیم از حد 200 رد شیم داخل کانال روبیکا. و داخل امسال کانال ما یه یعنی کانالمون یوتیوب زدیم. حالا چرا اشتباه گفتم، کلا استرس گرفتم. داخل کانال یوتیوبمون قرار شد فعالیت بکنیم، یعنی کانال یوتیوب رو زدیم، یکی دو تا ویدیو گذاشتیم و آخرین ویدیومون هم که شد حدس کارتای کیمبری که خواستم امشب هم ویدیو بگیریم ولی متاسفانه نشد. حالا امروز بچه اومده همونطور که دارین از روی کاور میبینیم مروری بر تمامی اتفاقات مهم و غیر مهم سال 1403 از موضوعات مختلف، ورزشی، سیاسی، اجتماعی، مردمی، همه موضوع رو جمع کردیم. چه تلخ بود چه خوب بود. یه سال جدید رو گذراندیم که واقعا سال خیلی پرتنشی بود. سال 1403 با اینکه 6 ماه اول خیلی ضعیف نبود حالا، ولی بعد 6 ماه پرتنشی خیلی شروع شد، خیلی شروع شد. یعنی از پاییز و زمستون خیلی تنش صورتی. حالا می‌خوایم ویدیو رو با هم بذاریم و که این ویدیو خودم ساختم، فکر نکنید رفتن جای دیگه گرفتم، ویدیو خودم ساختم و قراره که بریم سراغ این کار. فقط بچه قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو ممنون میشم لایک کنید، کامنت دنبال دکمه زنموشه فراموش نشه. بازم دوست دارین سال بعدی از این ویدیو بگیریم حتما داخل کامنت ها به ما بگید. خیلی ممنون میشیم که دیگه کانال ما دنبال کنید، حمایتمون بکنید و انشالله که سال جدید بتونیم قولهای بیشتری رو هم دیگه فتح کنیم و پرچم جی تی اسپورت کلوب گیمز رو بالا ببریم. خیلی خوب بچه، بزنیم بریم سراغ مروری بر تمامی اتفاقات مهم و غیر مهم. خب بچه اولی وعده صادق 1 و 2 بود، همونطور که میدونیم حملات موشکی که اتفاق میافتاد و اینا و ایران برای اینکه به اسرائیل حمله کنه وعده صادق رو داده بود. سقوط خاطر کرده بچه بخشید بذار برگردم عقب. اینکه وعده صادق 1 و 2 بود برای بعد از حمله اسرائیل فکر کنم به فلسطین بود که رخ داد. دومیش هم متاسفانه سقوط بالگرد رئیس جمهور سابق ایران آقای رئیسی که متاسفانه بود. و دومی چیز برداشتن فیلتر گوگل پلی و واتساپ بود برای ایران. 들어온 제보에 따르면 비행기는 통증에 내비게어가 내려오지 않았으며 착륙한 뒤 활주로를 이탈해 공항 담당 끝까지가 폭발했다고 합니다. 다시 한번 전해드리겠습니다. 오늘 오전 9시 10분쯤 전남 무안공항에서 و بعدا سقوط آذربایجان بودش که فقط 1 نفر یه مهماندار زنده من از کل اسرائیل به ایران بود که در جواب حمله ایران به اسرائیل که بیروت رو زد که همون وعده صادق و اینو معلوم شد. حالا خیلی از سیاست سر در نمیارم، بالاخره زدش و خیلی اومد چیز نه، ولی اعلام شده جنگ اسرائیل و اینا. بعدی محاکمه دونالد ترامپ بود که خیلی از بازیگرا همشون بر علیه دونالد ترامپ شهادت دادن و اونم رفتش دیگه و بعدی هم بالا کشیدن بورس بیت کوین در موقع حضور دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور. بعدی هم عقب نشینی اسرائیل در موقع جنگ با
فلسطین تقریبا آزادی فلسطین کردن و فلسطینی ها جنگ گذاشتن. بعدی ترور اسماعیل هنیه در تهران و سقوط هواپیمای حسن نصرالله و معرفی می‌گردند. در رابطه با میزان مشارکت باید به اطلاع رسانده شود که مبتنی جدید ایران. بعدی هم جنگ اوکراین و روسیه که به 1000 روز رسید، هنوز هم که روزه ادامه داره. من نور گوشی میرسه کم شد، شارژم خیلی کمه. خب بچه سوال اومدیم مشاجره زلنسکی و ترامپ به همراه جنگ روسیه و اوکراین که دیگه ببینیم چه اتفاقی افتاد دیگه. بعد انتخاب شدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور. In the shadow of the cypress. It's too real. Believe me or not, 3 hours ago our plane landed in LA. و امیدوارم از این چیزا بازم ببینیم. و بعدی بالا آمدن دلار و طلا خیلی وحشتناک بود. سایوز با تشویق و من شما تصویرم قطع کردم چون ویدیو استوب میشه. بعد خلافزی محسیقی Lo que sentíamos cuando éramos niños en la calle y que tu madre acaba llamándote ya de noche que no ves ni el balón. ¡Sube, sube! Eso es Andrés Iniesta, que tiene 40 años y todavía con la duda de si sigue o no sigo, si sigo o no sigo. Es de los pocos futbolistas, pero en la historia que yo recuerdo, que ha sido profesor antes que alumno. Es que lo llevaba todo aprendido. Not the biggest physical players, no, always like this. But here the brain in football like that. Y tener una de las pesos tan importantes, ¿no? Que es Andrés, y en ese momento que tenía un punto de 6, que casi estaba en descenso, que venga Andrés y diga, Pep, vamos por el buen camino, la gente está contenta, irá bien. Y dije, wow, me da un chute de energía para seguir muy grande. Eso siempre se lo agradeceré, pero muy mucho. به دوران فوتبال برگشت. بعدی هم قطعی برق و همینطور گاز در برخی از استان‌ها بود. که البته قطعی برق تو همه استان‌ها شد. آلمان و اسپانیا بود. بله واران هم پس از مسئولیت وحشتناکش نتونست آخرین سال فوتبالیش رو کامل بگذرونه و او هم برای همیشه Hughes Road. Three of these helicopters flew out of Whiteman Airport in Pacoima along with News Chopper 4. I'm hearing on the scanner they called for 2 additional tankers. I'm going to zoom back wide and show you what we are seeing out the helicopter window. This is massive and this is growing before our eyes. This is not like that small brush fire that we covered yesterday or the one before that. This is something to be concerned about. قفزة البطل، قفزة الفائز، هذه ليا على طريقة شيل، على طريقة اليوم، شيل يا موراتا شيل. اسبانيا کامپیون خیلی بیشتر جوون بود این تیم و بعدی قهرمان یاران کاپیتان مسی که احتمالا آخر کوپا دل ری شو کوپا دل ری کوپا آمریکا شو پشت سر گذاشت آقای لیونل مسی. فکر نکنم دیگه شاید آره باشه 2 سال دیگه 4 سال بعد دیگه بعد جام جهانی میشه سال 28 تمام 27 کوپا دل ری بعدی برگزار میشه. کوپا آمریکا بازی میکنه ببخشید برگزار شد ببینیم چه اتفاقی میفته. ازار جام جهانی عجیب عالی و مسی جام بالای سرش بود ولی رونالدو و اما بعدی فوت‌های هموطنمون فوت رضا داوود نژاد عزیز که خیلی خاطره داشتیم باش.
فوت خانم ژاله علف که داخل فیلم فکر کنم روزگاری هممون دیدیم داخلش و بعدی هم استاد دوبله منوچهر والیزاده مایکل اسکافیلد و داستان از روز یک و آخری هم فوت خانم زهره حمیدی بود که اول سال بود و بعدی هم که خیلی Tonight, I officially announce my retirement from the WWE. که فوتبال چی میگن فوتبال کشیگج خداحافظی که پایان سال 1403 رو بچه اعلام باید بکنیم. این هم آخرین ویدیومون بود. انشالله که شروع سال 1403 رو به خوبی بگذرونیم و میتونم بگم بچه سال 1403 واقعا سال خیلی پر اتفاق بود مثل همه سالها، ولی هیچ سالی قبول کنیم مثل سال 1401 تلخ نبود. خدا وکیلی سال 1401 خیلی اتفاقات بدی افتاد ولی 1403 تقریبا خوب بود، میشه گفت بدم نبود ولی خوبم بود، اتفاقات بدی داشت اونا. شاید سال 1401 سال خوبی داشته باشیم و ببینیم سال چی در انتظارمونه. بچه‌ها من خواستم در مورد آتش سوزی هم بگم. یه اتفاق افتاد سر همون نظرسنجی، مردم گفتن که به نظرتون آیا خدا این کار رو انجام داره یا نه. همه گفتن، یعنی 0 نفر گفتن خدا انجام داده اون کار رو و همه گفتن که یه اون اتفاق رو خودمون رقم زدیم. مثلا میگن آیا خودتون مثلا اعلام میکنه که مثلا پول دلار، مثلا من دارم مثال میگم، پول دلار به نظرتون خود ما باعث شدیم که با ارزش در پول بشه یا خدا خواسته؟ همه گفتن که خودمون باعث شدیم و بعد از اون آتش سوزی بعد اتفاق افتاد و یه جمله معروف هستش که میگه آن که با خدا دشمنی کند بداند که هم خدا و هم تو این دنیا و هم داخل اون دنیا از دستش بسیار خشمگین خواهد بود. خیلی عجیب بود. و اینم از آخرین ویدیو سال 1403 مون. امیدوارم از امسال GT اسپورت کلوب گیمز راضی بوده باشین. سعی کردیم که امسال شما رو بخندونیم. ببخشید بازم اگر حوصله‌تون رو سر بردیم و فعالیت دیر به دیر انجام میدادیم، خیلی ببخشید واقعا. ان شاءالله که دیگه همش چیزی پیش نیاد. الان که بچه‌ها یوتیوبمون هم دیگه داره فعال میشه. این ویدیو هم داره داخل یوتیوب می‌بینی. اگه داخل یوتیوب می‌بینی ممنون میشم ویدیو لایک کنی، کامل دنبال و دکمه زنگوله شکل که همون میشه سابسکرایب یا همون مشترک موشی و دکمه زنگوله شکل بزن که هر وقت من ویدیو گذاشتم که حتما میذارم با خبر بشی و بیای ببینی. دمت گرم. آپارتمان هم دنبال کن، کانال‌های دیگه هم همینطور، نیکش خیلی کپشن توضیحات هست. تا ویدیو دیگه شما رو خدا بزرگ میسپارم. عید همگیتون مبارک.